من هر وقت که همسرم از کنار من رد میشه من موبایلم رو وارو میکنم. بعد ایشون به من میگه که چی بود مثلا، نگران میشه، ناراحت میشه. من میگم پارانوید نباش، اینقدر شکاک نباش. نه عزیز من، این شکاک بودن نیست، شما رفتار شک برانگیزی داری میکنی. اما اگر تو یه جور عجیب غریبی داری رفتار میکنی و پارتنرت، همسرت به تو اعتراض میکنه که رفتارت داره منو ناراحت میکنه، تو نمیتونی برچسب پارانوید یا آدم شکاک به این آدم بچسبونی. نگاه بکن آیا رفتار شک برانگیزی انجام میدی؟ نمیتونی راحت به دیگران این برچسبا رو بچسبونی. این برچسب متخصص میزنه بر اساس یه سری آیتم ها. اگر این تعداد علائم و نشانه تو رفتار یک نفر بود، این مقدار زمان مشخص ادامه داشت رفتارش، حالا تو میتونی برچسب بزنی. اینو بسپارید به امثال ما دیگه، این بهتره به جای اینکه خودتون برچسب بزنید.